ما دوره استراتژی های پولسازمون اسمش هست 0 تا 100 کسب سود مستمر و منطقی. رو این منطقی من خیلی تاکید دارم، دانشجوهای عزیزم میدونن. کسب سود منطقی، ما اصلا دنبال این نیستیم اینجا کسی یهو مولتی میلیاردر بشه، یهو نمیدونم مثلا اگر تا دیروز اجاره خونه میداده و تا دیروز مثلا یه دوچرخه زیر پاش بوده، حالا قرار امیر صیانت بهش یاد بده که از فردا مثلا بوگاتی سوار شه، یه دونه پنت هاوس هم بخره. نه، اصلا قرار نیست، از این اتفاقات اصلا نمیفته. اگر کسی دنبال این هست، من بلد نیستم. اگر کسی بلده بهتون اینو یاد بده، اون امیر صیانت نیست. من بلدم به شما یاد بدم که از این بازار طوری کسب سود کنید که بشه درآمد اولتون. اما دوست من، تو باید یک شغل اول داشته باشی، اینو بذار شغل دومت. وگرنه اگر مثلا حالا بیکار هستی و یه مبلغی پسنداز داری، حالا میخوای پسندازتو بیاری تو این بازار بذاری به امید اینکه پسندازت بشه چندین برابر، من نمیگم نمیشه ها، به خدا نمیگم نمیشه، اتفاقا میشه، ولی باید ربات باشی. خیلی سخته که پول پسندازت و تنها پولت که اگر از بین بره دیگه صفر مطلق میشی، اونو وقتی بیاری تو بازار بتونی ربات باشی. خیلی سخته دوست من، نشدنی نیست اما واقعا سخته. تو این دوره ابتدا مقدمات ورود به بازار مالی فارکس رو آموزش میدیم، انواع بازارهای مالی رو تدریس میکنیم. الان تو این وبینار هم راجع به صحبت میکنم، بعد راجع به این که حالا چرا فارکس نسبت به بقیه از دید امیر صیانت بهتره و اصلا فارکس چی هست، اصطلاحاتش چیه، چیا رو باید بدونم. من وارد هر بازاری که بشم یه سری کلمات رو باید بشناسم چیه. من باید بدونم لورج چیه، من باید بدونم اسپرد چیه، من باید بدونم متا تریدر یعنی چی، به چی میگن، باید بدونم که بتونم کار کنم باهاشون. راجع به بروکرها صحبت میکنم و اینکه حالا چطور ثبت نام کنیم، بروکر معتبر چیه و چطور میشه پیداش کرد، نحوه ترید با پلتفرم معاملاتی MT4 یا همون متا تریدر 4 چطور نصبش کنیم، چطور باهاش ترید کنیم و ازش پول دراریم. اخبار اقتصادی کشورها چی هن؟ چه تأثیری دارن این اخبار روی بازارهای مالی، جلسات معاملاتی دنیا کدومان، چه تایمی از روز رو ما معامله کنیم که بتونیم معاملات بهتری داشته باشیم. و راجع به کندل ها صحبت میکنیم، راجع به روند ها صحبت میکنیم، بازار اصلا چه روندی داره و رفتار بازار رو چطور بشناسم، تشخیص بدم الان باید چیکار کنم، بخرم بفروشم. حمایت مقاومت ها چی هستند و چطور اونایی که معتبرن پیدا کنیم. پیوت ها یا نقاط برگشت بازار، من خریدم بازار داره میره بالا، تا کجا باهاش برم، کجا بازار میخواد برگرده، اون نقطه برگشته رو من چطور پیدا کنم. تو این دوره من آموزش میدم که چطور برگشت بازار رو پیدا کنی. انواع الگوها، یه سری الگوها هستن که وقتی من این شکل و شمایل رو تو بازار میبینم، یعنی بازار قراره که به همون حرکتی که داره پیش میره به همون حرکت ادامه بده. اگه سعودیه کماکان سعودی باشه، اگه ریزشیه کماکان قرار ریزشی باشه. یه سری ها هم الگوهای بازگشت روندن، اینا اگر من تو بازار ببینم یعنی روند میخواد برگرده. روند سعودیه یعنی بازار داره پرواز میکنه سمت بالا، خریدارها بکوب دارن میخرن، یهو یه شکلی میبینم تو بازار، اون شکل به من میگه ببین دیگه تموم شد، دیگه فکر خرید نباش، چون بزرگان بازار دیگه نمیخرن، از اینجا میخوان بفروشن. پس اگر خریدی داری خارج شو، یا الان دیگه تو هم بفروش که با بزرگان بازار بتونی کسب سود کنی. ابزارهای کاربردی رو راجع بهش صحبت میکنیم. یه سری ابزارها واقعا کاربردی هستند، مثل گنفن، مثل فیبوناچی ریتریسمنت که اصلا ببین این خداست. این فیبوناچی ریتریسمنت کولاک میکنه، خیلی راحت ازش میگذرن. من بهت تو این دوره یاد میدم که تو با همین یه دونه میتونی پول دراری. فیبوناچی اکسپنشن رو آموزش میدیم، نحوه ورود به معاملات. یه وقتایی شما در لحظه میخوای بخری، یه وقتایی میخوای در آینده بخری، یا میخوای در لحظه بفروشی یا میخوای در آینده بفروشی. تمام اینا رو میتونی تو فارکس انجام بدی. اندیکاتورهای کاربردی، اونایی که با پرایس اکشن بیشتر سر و کار دارن معتقدن که اندیکاتورها به درد نمیخورن، اندیکاتورها تأخیری هن. ولی من تو دوره استراتژی‌های پولساز به شما نشون میدم که از همین اندیکاتورهای تأخیری هم تو میتونی استفاده کنی برای کسب سود. باید راهشو بلد باشی و تعصب داشتن تو این بازار کمکی به تو نمیکنه دوست من. به هر تقدیر اندیکاتور ولوم، اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور بولینگر بند، اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور ریلیتیو استرنج ایندکس یا همون RSI معروف
اونایی که کار کردن میشناسنش. و اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence یا همون مکدی. ببین این یه چیز دیگه است. این مکدی رو اگر شما با سیستم معاملاتی ایچیموکو تلفیقش کنی یه جوری بهت نقطه ورود میده و یه جوری بازار رو برات تحلیل میکنه که خودت انگشت به دهان میمانی. دوستان میدونن، دانشجویان، به این میگم حضرت مکدی. خیلی خوبه اینو یادگاری از امیر سیانت، همین یه دونه رو داشته باشی امشب برد کردی. اصلا گوش نکن به حرفایی که میزنن. مکدی انداختی رو چارت. مکدی که بابا تأخیر داره، اصلا قرار نیست مکدی به تو نقطه ورود بده. مکدی یا بهت میگه قرار بازار برگرده یا بهت میگه قرار روند ادامه داشته باشه و بعد تو با استفاده از سیستم معاملاتی که کار میکنی حالا دنبال نقطه ورود میگردی. دیگه میدونی قرار بایی بگیری یا سل بگیری. یه جایی میخوای بایی بگیری، مکدی میگه بایی نگیر، وقتش نیست. چی از این بهتر؟ راجع به الگوهای کندلی صحبت میکنیم، انواع الگوهای کندلی. حالا مهمتریناش یه چند تاییشو من اینجا نوشتم: چکش، دوجی، پینبار، مارابوزو، اینگالف، مرد به دار آویخته، هارامی. یه چیزم بگم من تو دوره به دوستان میگم که اصلا مهم نیست که به چه مدل کندلی میگیم اینگالف، به چه کندلی میگیم مرد به دار آویخته، چه اهمیتی داره. شما بهش نگو مرد به دار آویخته، بگو مرد خوشتیپ. شما به کندل مارابوزو نگو مارابوزو، بگو امیر سیانت. اصلا مهم نیست. مهم اینو بشناسی و بدونی چی کار میکنه. اگه من اینو تو بازار ببینم برای من چی کار میکنه، این مهمه. اما مهمترین مبحث، خیلیا وقتی شروع میکنن حالا دوره ای رو دارن تدریس میکنن، میگن تو باید استراتژی خوبی داشته باشی و منم بهت استراتژی میدم. من خودم دارم بهت میگم امیر سیانت طراح استراتژی. من کلی استراتژی بلدم که خودم طراحیشون کردم. یه سریا رو بلدم که یاد گرفتم، بهینه کردم. یه سریا که کار خودمه طراحیش، صفر تا صدش با خودم، هیچ کس تو دنیا نداره به جز دانشجوهای خودم. ولی من خودم دارم بهت میگم استراتژی در وهله اول نیست، حتی در وهله دوم نیست. یه چیزی رو دوستان بگم، شاید به بعضیاتون بر بخوره ولی تو رو خدا بهتون بر نخوره. من رو تجربه دارم اینو میگم. کسی که صرفاً دنبال استراتژی میگرده هنوز نفهمیده تو این بازار چه خبره. تو این بازار تو اول باید روی خودت کار کنی، رو روانشناسی خودت. در وهله دوم رو مدیریت سرمایه کار کنی، بعدش برو بگرد دنبال استراتژی. تو دوتای اول رو داشته باش، دوتای اول رو یاد بگیر، بیا پیش امیر سیانت بگو من این دوتا رو بلدم. مرد و مردونه بگو من این دوتا رو بلدم و انجام میدم. حالا اولیش که بلدم نیست، باید کار کنی که روانشناسی قوی بشه، ولی دومی رو باید بلد باشی. اولی رو داشتی، دومی که مدیریت سرمایه است بلد بودی، بیا پیش من، کتبی می نویسم، تضمین میدم بدون استراتژی برو سود کن. بهت یاد میدم بدون استراتژی بری پول دراری. پس اگر یکی اومد بهت گفت من بهت استراتژی یاد میدم با وین ریت 99 برو کولاک کن، دروغ میگه. اصلا قبول نکنین حرفو. اگه بهت گفت اول بچسب رو روانشناسیت، اول ذهنیت تو درست کن. کدوم دوستم بود؟ رضازاده بود فکر کنم میگفت ذهنیت. اول رو این کار کن، اینو تونستی قدرت دادی بهش، بعد بیا مدیریت سرمایه رو یاد بگیر. من خودم 3 مدل مدیریت سرمایه بهت یاد میدم. اینو یاد بگیر، بعد برو سراغ استراتژی. اتفاقا دانشجوهای من میدونن من استراتژی مدیریت سرمایه میدم. یعنی اصلا بهت میگم تو اصلا استراتژی نمیخواد داشته باشی، من بهت یه استراتژی میدم که خودش مدیریت سرمایه است. حالا فکر کن اگر تو استراتژی هم داشته باشی، استراتژی مدیریت سرمایه رو بهش بچسبونی، دیگه برو دیگه، برو صفا کن. تو این دوره 7 استراتژی بهتون آموزش میدم که اینا کاملا شخصیه، هیچ جایی غیر از دوره من آموزش داده نمیشه. اگر کسی اینو داشت میگفت بدونید دانشجوی من بوده، که این اتفاقم نمیفته، چون من دانشجوامو مدیون کردم که اگر هر چیزی از دوره منو میخوان آموزش بدن حلال، راضیم، باز تمام وجودم راضیم. اما استراتژی‌های شخصیمو رضایت ندارم، فقط خودم تدریس میکنم. دلیلش هم اینه که من بلدم چطور تدریسش کنم، چون خودم ساختمش. نمیخوام خدایی نکرده باعث آسیب به سرمایه کسی بشه و فردا بگن استراتژی امیر سیانت باعث شد من ضرر کردم.
و یه نحوه بک تستگیری از استراتژی ها به شکل لایو بازار داریم و تمام دیگه. کلاس ها به صورت 2.5 ساعته وبیناری و کاملا آنلاین برگزار میشه، یعنی دانشجو دقیقاً همراه با خودم پیش میاد، من تدریس میکنم، در لحظه سوالی هم هست دانشجو میپرسه و در نهایت بعد از اتمام هر کلاس هم فیلمش با کیفیت عالی در اختیار دانشجو قرار میگیره. یه گروهی هم تشکیل میشه تو تلگرام که سوالاتشون رو میپرسن، توسط پشتیبان‌های حرفه‌ای و خودم پاسخ داده میشه. 3 ماه پشتیبانی بعد از دوره داریم، ولی بعد از 3 ماه هم دست از سرتون بر نمیداریم. تازه وارد یه گروه تلگرامی میشید که تمام دانشجوهای من اونجا تشریف دارن و میتونید از تجربیات اونا استفاده کنید. خودم هم اونجا هستم. کسی که تو گروه من وارد میشه حق خروج نداره مگر اینکه خودش بخواد دیگه، بگه استاد من نمیخوام با گروه شما کار کنم. وگرنه تا زمانی که تشریف دارید رو چشم من جا دارید، منم با افتخار واقعا هر کمکی ازم بر بیاد براتون انجام میدم تا انشالله به لطف خدا سودهای عالی از بازار دریافت بفرمایید. حالا هر کس خواست تو دوره های من شرکت کنه، چه آنلاین چه آفلاین، که پیشنهاد خود من آنلاینه، زیاد با آفلاین موافق نیستم، چون آنلاین در لحظه یه سری مطالب گفته میشه، من با توجه به بازخوردی که از کلاس میگیرم ممکنه مطالب بیشتری رو ارائه بدم، یا مثلا یه جاهایی سریعتر رد بشم، یه جاهایی بیشتر بمونم توضیح بدم. به خاطر همین با اینکه آنلاین خب برای خودم کار سخت‌تر میشه، ولی دوست دارم با دانشجو ارتباط مستقیم داشته باشم و خصوصا کلامی و حتی گاهی دیداری. اگر خواستید میتونید با مشاور متخصص آکادمی سیانت فارکس سرکار خانم مقدم، که ایشون خودشون هم تخصص عالی دارن، هم استراتژی شخصی دارن، هر کس هم تمایل داشت میتونه به ایشون یه پیام بده، بعد ایشون خودشون تماس میگیرن باهاتون و راهنماییتون میکنن. راهنماییشون هم کاملا رایگانه، هیچ مشکلی نیست. میتونید ازشون مشاوره بگیرید که حالا من مثلا این مدت توی بازار بودم، الان این شکلی دارم ترید میکنم، مثلا حالا آیا تونستم سود بگیرم یا نتونستم. ایشون خودشون یه سری سوالات از شما میپرسن با توجه به تخصصی که تو این زمینه دارن و خیلی عالی شما راهنمایی میکنن که بهترین کار برای پیشرفت شما تو این موقعیت چی هست. و شماره تلفنشون 939 503 73 34 هست. اگر هم خواستید تلگرامی در تماس باشید که @الهام مقدم 0